گاهی زندگی اونطوری که میخوای پیش نمیره. احساسات مختلفی درونت رشد میکنن. رنج، درد، ناامیدی و غم. اینجور وقتا تو چی کار میکنی؟ بعضیا مینویسن، بعضیا میرن بیرون و قدم میزنن، بعضیا میخوابن و بعضیا هم در موردش یه لیوان بزرگ چای میخورن. به نظرم هیچ کدوم از این کارا اشتباه نیست. بالاخره هر کسی باید راه فرار خودش رو توی زندگی پیدا کنه. منم چند وقتی بود که داشتم فرار میکردم از همه چیز، حتی خودم، تا اینکه تصمیم گرفتم یکم همه چیز رو عوض کنم. نوشتم و در آخر رسیدم به این دفتر برنامه‌ریزی 14 روز آینده. تو این 14 روز قراره برگردم به روتین زندگی. یه سری کارهایی که میخوام هر روز از این 14 روز رو انجام بدم و نوشتم و 14 تا دایره جلوش کشیدم که به محض انجام دادن اون کارها رنگشون کنم. در آخر به خودم قول دادم اگه بیشتر از 150 تا دایره تا آخر این 14 روز رنگ شدن، برای خودم یه جایزه بگیرم. مرغ سحر لاله سر کن، داغ مرا تازه تر کن. زاه شرر بار این قفس را، بر شکن و زیر و زبر کن. بلبل پربسته ز کنج قفس درآ، نغمه آزادی نوع بشر سرا. وز نفسی عرصه این خاک توده را، پر شرر کن، لاله سر کن.